به حال من نگر. بله به حال من نگر. این چی حال است؟ از تو عذر نپرسیدم، از دستت گرفته به خانه‌ات بیا گفته نتوانستم. به شرف کلتکل است. به کدام سوراخی در آمده ای؟ من تو را دستگیر میکنم به شرف، دستگیرت میکنم به شرف. دامولا ایستا، به شما احتیاج دارم. دامولا ایستا، به نصیحت شما احتیاج دارم. نروید. اوه کمی پیش ما را تعقیب میکرد، حالا باشد ما را نمیشناسد. معنی شده است مگر؟ همه‌ش از برای تو. نفهمیدم. هر قدری از پشت کلتکل است میدوم، هیچ او را دستگیر نمیکنم. جناب گوش کنید، چنین نگویید. شما از پس آدم گپ زده ایستادید. آدم را از پسش غیبت نکن که گناه عظیم است. در اینجا در فکر و خیالم همیشه او هست و هر کسی را نظر نکنم او را کلتکل از خیال میکنم. به خدا همه کلتکل است. ببین به تو هم وقتی نظر میکنم گاه کلتکل است گاه دامالله. شما هم خطا میبینید و هم خطا فکر میکنید محترم. نزد دکتری چشم روید. همسرم مرا ترک کرده گفت که یا من یا کلتکل است. او راست میگوید. کلاس را یک طرف گذار و رو روی همسرت استراحت کن. او الکی من را قبول نمیکند. البته قبول میکند. شما یک بار رفته از روی صدقا منظور پرسید قبول میکند. میبخشد؟ میبخشد. عشق همه چیز رو میبخشد. برمیگردد؟ برمیگردد. برمیگردد. تشکر زیاد بابای ملا. استغفرالله. با آدم گمراه و کسانی که خطا میکنند راه نشان دادن وظیفه ماست جناب. خیر مایلش من کار دارم، باید در راه روم. شما باشید با این حالتون و پیش همسرتون نروید. رفته خودتون را هوشیار کنید، بعد روید که عیب میشود. مایلش دام الله. خیر شب خوش. دام الله. شما بسیار هم انسان خوب بودید. میدانم بگذار گفته شما باشد. دام الله نرو. بیا رفته یک قهوه نوشیم. بیا. همینش نمیرسید. این رو بینید مرا نمیشناخته است. نه من باید زود روم که نمازم قضا شد. دام الله میستادید 50 تا قهوه می نوشیدیم. اینجا بیا. برادر جون. شوکت خوب هستی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ تو به خارجه نرفتی؟ رفتم نتوانستم، به سرم بلا آمد. چی رخ داد برادر؟ به سرم بلای بسیار آمد. بیا رویم از اینجا. چی بلا شد گپ زن؟ شوکت
میبینی رفتن نتوانستم و باز تا تیار شدن این شناسنامه انتظار شدن در کار. خوب شد، من بسیار خرسند شدم برادر. ای خدایا تو چی ها گفته ایستاده؟ من باز در اینجا میمونم. باز خوب شد برادر، از فرصت استفاده برده با زهره خانه‌دار میشوی. من تو رو نمیفهمم برادر. تو چرا در چنین وقت گپ‌های بی منطق رو میزنی ها؟ یا خدایا توبه، به نازهای این مرد نگریده. تو این دختر رو دوست نداری مگر؟ یک روی رو یک طرف گذار، این خیلی کاری امر خیر رو تیزتر کردن لازم. سفسطه نگوی، ازدواج ساخته کجایش کار خیر است ها؟ تو این دختر رو دوست نداری برادر؟ احمد، بلکه شاید با ما معقول است تو هم دیوانه در حال عشق و محبت گفته ایستاده ای. یعنی کمک معقول است، نه کمک معقول است. یعنی اگر او با کسی دیگر خانه‌دار شود تو نمیرنجی؟ چه ها گفته ایستاده ای؟ چخیل خانه‌دار شوی کی با این جرأت میکند؟ در چشمانی که دست رد و برق موج میزند. گپی مرا گیری زودتر خانه‌دار شو، ناز نکن. تو با اون دختر موافق هستی، زودتر توی کن دختر رو. مایلش گوش کن، تمام. خیر دیری بعد شد رو پگو میخوری. با کجا روم؟ چخیل با کجا که خواهی رفتن گیر؟ با کجا روم آخی؟ با کجا روم؟ در این ساعت یگان جای میرفتگی هم هست مگر؟ اما شوکت همیشه یک پرابلم میکنی. عیب است آخر. چه عیب است؟ کاری کرده ای تو عیب است. در این نیمه شب من کجا میروم؟ من جای رفتن ندارم. یک طرف بیست برادری رو فراموش نکن. شوکت درد خودم کم بود که باز تو آمدی. چه گپ؟ در محکم است. مرحمت آقای شوکت، کلیدی خونه‌ات رو گیر، در دست من است. تشکر برادر جان. من از این کلید باید یک تکنم. البته. تا تو نگویی که از این جورا من به هیچ کجا نمیرم برادر جان. سلامت باش. توبه، در حیاتم تو بر این انسان بی شرم و حیا رو ندیده بودم. چقدر تو درباره جمامت خیلی پیشنهاد خوب کردی. برای زهرا این بسیار هم جشن زیبا خواهد شد. این آدم چرا اینجا زود می آید؟ زهرا جان این رو خودت حل کن. من دیگر با چغته سر کار گرفتن نمیخواهم. زهرا بیا دخترم بیا ببین. چغتای برای تو بسیار هم مراسم زیبا فکر کرده است. به مناسبت 3 سالگی شعبه معماری و همکاریتان چغتای میخواهد به شب نشینی روید. همینطور. زهرا این را همچون یک هدیه خردک قبول کن. خوشبختی ها خواهم. تشکر زیاد آقای چغتای، هم برای گاه ها و هم برای دعوت نامتان. اما متاسفانم من آمده نمیتوانم. معلوم که به توی تیاری میبینم. آمده نمیتوانم، عذر میپرسم. این خیلی نمیشد زهرا. مگر چون این پیشنهاد را رد میکنن؟ بابا جان اشتراک میکنی، یگان اعتراض نمیخواهم. ببین او بسیار انسان حیله‌گر است. برای به دست آوردن ثروت آقای اکرم همه کار را میکند. زهرا را فریب کرد. آقای اکرم پیش از مردنش اگر یک وصیت نامه نویسد او همه را صاحب میشود. قرار خانه‌دار شوی زهرا مرا چقدر خرسند کرد فهمانده نمیتوانم. و من گویا تمام دنیا را بخشید. ای بابا جانم جانم. خرسندی زهرا را در چهرهش میبینم. بله بسیار خرسندم. چقدر پسرم تو که خانه‌دار میشوی؟ ببین مانند چوچه تنها عمر به سر بردن ناممکن است. در آنجا چیگه باشه؟ دیوانه بیعقل، دیوانه کله و رم.
اگر دختر رو رد کنه و دیگر کس رو میوبد. ای زهرا، با این راه نمیدیم. بغیر از من به هیچ کس خون ندار نمیشوی. زهرا، داماد چی شد؟ چرا ایستاده ای؟ کمی صحبت کردن میتوانیم؟ منش میایم با اجازت شما. دستتون رو گیرم. گل را گیرم آقای اکرم. مهگیر. شما جفت دانا جدا بودن نمیتوانید؟ زهرا خانم، یعنی چی در اصل؟ بگویید. در اصل چی؟ یعنی چی خیلی فهمونم؟ یعنی من وای مسئله خانه‌دار شوی ساخته بود که دوباره فکر کردم که یعنی حاضر شما رو در این حالت تنها گذاشتن اونقدر خوب نمی شود. یعنی چی؟ بله، من تکلیف خانه‌دار شوی ساخته رو قبول می بشوخی. دامولازیا من بسیار عذر میپرسم برای آغوش کشیدنم. من خیلی خرسند شدم. چی کار کردنم رو ندانستم. اگر در حقیقت من خوددار میشدم اینقدر خرسند نمیشدم. باور کنید من رو شد کردید. نه، یعنی حالا اینقدر تیز خرسند نشوی. تشکر زیاد. در حدیثی آمده است که همیشه به احتیاجمندان باید کمک کرد. رقم های تلفنات رو قید میکردید؟ خوب، مالش قید میکنم. مرحمت. زنگ زدم. قید میکنم. سلام، من با تو صحبت کردنیم. چی بود اپای حاله؟ سلام، التماس با من دروغ نگوی. این مسئله خانه‌دارشوی زهرا و مناسبتش از کجا اینقدر زود پیدا شد؟ یک دیگرشون رو دوست می‌دارن. ما چی گفته میتوانیم اپای حاله؟ اینها رو یک طرف گذار. اقلا تو این خیلی گپ نزن. آخر سلام چی خیلی دوست داشتن؟ دختری که اینقدر وقت محبت میجوست، یعنی در این 2-3 روز چی خیلی میتواند به همین داملا عاشق شود؟ چونانی که در فیلم های عاشقانه دیده حلاوت میبریم، چرا در حیات زهرا همین خیلی نشود؟ هر دوی آنها جفتی مناسبن. ببین بای به عاشقا نگر. هیچ به این باورم نمی آید. اپای زهرا با داملازیا عشق غیر امکان. ترسون با من. چه؟ ترسون اشکی؟ نه، ترسون به سری من. هیچ گپ نه. کنی گو کیست او؟ کنی گوی. خیر، تا بازدید. اوف.
ای پسر تو چیکار کردی؟ دیروز خواهش این شاگرد شیطان رو رد کردی، امروز باشد باز قبول کردی. کلاس این چیکار بود که تو کردی مگر دیوانه شده ای؟ می توانیم به خریدن لباس عروسی شروع کنیم چون که زهرا آیله دار می شود. وای این رو بین زهرا جون هیچ باورم نمی آید. من رو نمی پرسی، من هم همین خیر. به خدا چی گویم، امیدم رو از داملازیو کنده بودم، تنها به خاطر زیخ نشدنی تو اشکر نمی کردم. من هم سیرین، من هم پگاه رفته همش رو به بابایم فهموندنی بودم. برای من یک معجزه شد، لیکن بسیار خوب شد. یک چیز رو نفهمیدم، چرا داملا زود فکرش رو حفظ کرد؟ نمیدونم، به فکرم تنها نیکی کرد. ها؟ یعنی تنها برای نیکی؟ دیگر چی میشد که؟ به خدا من هم نمیدونم زهرا جان. داملازیو بسیار آدمی با وجدان بوده است. به فکرم همین طور. فراموش کردم پرسم چرا آمده بود؟ به تو نگفت مگر دعوت میکرده است. چه دعوت؟ یک جای کار کردنم رو 3 سال شده است، به همین خاطر دعوت کرده است. این قدر شد مگر؟ خیر دعوت است. با داملا دستی به دست کرده میروی؟ من رفتن داملا رو فکر نمی کنم. او در بین همکارانم چیکار میکند؟ ناراحت میشود. دعوت نمی کنی؟ نمیدونم. دعوت کنم؟ دعوت نمی کنم. دعوت کنم؟ من از کجا میدونم؟ وقتی که چغتای رو در نزدیک دیدم دلم قریب کفت و خودم رو گم کردم. برادر خودت رو گم نکردی، دلت تو رو به آنجا برد. دلت تو دمت را گیر، چی دل پیل گفته ایستاده ای؟ چی علاقه دارد؟ همین که شناسنامه هم را گرفتم از اینجا گریخته میروم. من چی کار دارم با آن؟ هیچ گپ نه برادر، دختر رو همراهت میگیری بعد مسئله حل میشود. دختر هم بسیار کوشش دارد که همراه من گریخته رود. ای خدا جان مرا ببخش. انا گپ در کجا بوده است؟ تو چی را فهمیدی؟ فهمون تو ما هم فهمیم. برادر من هر روز تو رو پر کرده به نزد دخترمو میکردم که فکر میکردم که اون دختر نیست تو رو دوست میدارد و به تو میل بسیار دارد، لیکن این دختر باشه در برادر جان یک بار در آینه به خود نظر کن، بسیار بینمود هستی. او برای همین با تو ازدواج ساخته برپا کرد. سختی بد رسید. شوکت دیوانه گم شو از اینجا. سختی بد رسید. اگر خواهم دختر را از قفایم میتوانم، مگر نمیتوانم؟ چی میخندی پسرم؟ کی؟ من خندیدم؟ نه رویم رو بین. 2 ساعت شد که خیخی کرده خندیده ایستاده ای. تو فکر میکنی که من اون دختر زردک رو از پس آن دوانده نمیتوانم؟ دلم نمیخواهد. برادر جان من میدونم از دست تو کلتکیلس همه کار میآید، به همه کار قادر هستی، میفهمم. ای خدا شوکت، در عشق غیر امکان گفتنی گپ نیست. این رو در سرت جوی کن. نخند. چی میخندی؟ چی درد دارید؟ برادرم گلویم رو گرفت. روی آنت سیا دروغ میگید. گیریم اومد. گم شو، چای رو دم کرده بیاره. زهرا
شما با دامبلوزیو در مسئله خانه‌دار شوی گپ زدید؟ نه گپ نزدیم. آخر دامبلو پیشنهادم را نف قبول کرد. خوب میشد که هر چیز زودتر درباره این صحبت میکردید. درباره چی؟ در نزد آدمان چه خیل رفتار، چه خیل گپ میزنه، چه خیل میخنده. درست میگویی سیلین. زهرا جان، آخر شما بازی کرده ایستادید و کسی باید اشکار نکنه. به همون هم اشکار نمیکنم. بین شما یگان قاعده و قانون بودنش ممکن. از کجا دانم؟ همه چیز رو باید پیشکی به نقشه گیرید. با دامولوزیو صحبت بکن. به همین هم قبول کرده است. یگان کس رو به شبهه نافتونید. اوف سیلین، اینقدر مشکلی بوده است؟ زهرا جان، چشمانی همه به سوی شما یند. راست میگویی. چنان حس میکنم که گویا اپم دائما مرا نظارت میکند. باید اشکار نکنم. خواه نخواه وقت شاید میفهمد. نپرس، مرا هم در این باره پرسپوس کرده ایستاده است. او به این ازدواج تماما باوری ندارد. یعنی هر دوی شما باید به این خوب تیاری ببینید تا که دیگرو از این پی نبرند. چی کار کنم سیلین؟ با دامولو دستی به دست کرده گردم؟ من از کجا دانم؟ اینش رو خودتون حل کنید. من این مسئله رو با دامولو زیاد چی خیل حل کردنم رو نمیدونم. با چگونه وقتم رو گذراندنم رو نیز نمیدونم. مایلش، تو این مسئله رو با دامولو زیاد گپ زن. او حتما روی حلش رو میابد. چه خیلی نباشد او هم به این کار داخل است. راست میگویی. مرحمت. بیایید اپا جان. زهرا جان، ما در تنهایی صحبت کرده میتوانیم؟ زهرا جان، من کمتر کار دارم. رفتنم لازم. اپا جان، عیب شد. اگر جیغ میزدید من خودم به نزدتان میبر اومدم. عیب مای برو، یک طرف گذار. زهرا همه را فریب کرده میتونی، اما مرا فریب نمیکنی. چه خیلی فریب اپا. خب گوش کن، من اجازت نمیدیم که حیات تو بسوزد. من میدونم که تو برای بابایم شده این ازدواج را برپا کردنی. این چی گپ؟ با بابایم یگان علاقمندی ندارد. با چشمان من نگر خانم. چه من تو رو خوب میدونم. اونقدر آدم ها از پشت تو دویدن، با یگانتش نگاه نکردی. چقدر شد با این دامولو دل بستی؟ اپا جان، این عشق است. ها، پس چرا من در چشمانت عشق را نمیبینم؟ یگان ذره. اپا جان، عشق تنها برای شما است مگر؟ شما به یک پلیس عاشق شده میتوانستید و من به یک دامولو عاشق شده نمیتوانستم؟ این رو ببین گپ رو چطور عوض میکند و این چه علاقه دارد؟ از پشت کی و چیکار کرده ایستاده ای نمیدونم، اما میفهمم. در نظارت منی زهرا. هیچ چیز رو از او پنهان کرده نمی شود. این طور شدنش ممکنه. دامولوزیو چه با این دختر خانه دار می شود؟ اپای نشیده. خدایا توبه. دخترم چرا تو باور نمی کنی؟ آنها خانه دار می شوند. این عمیق آوازه است. دامولوزیو به او حیف می شود. به دامولوزیو یک دختری قد بلند زیبا مثل من موافق می آید. حالا هم آوازه می گوید. دخترم، من خودم شاهیدم. با چشمانی خودم دیدم. آقای اکرم به همه اعلان کرد. آخر آنها به نزدیکی خانه دار می شوند. به خدایا توبه. دامولو رو میجویی زهرا؟ بله. به مسجد رفت. همینطور. مایلش، تشکر زیاد برای کار. رحمت دخترم. حالا من همه هیلایت رو میفهمم. هجری، این استاد تو زیا با عروس زمانوی یعنی زهرا خانه‌دار میشود. تو چی میگویی به این؟ این کار جایز است؟
استادم باید میپرسم. کدام استاد؟ داملا زیا. چرا از او میپرسی؟ داملا البته این را جایز میگوید. این طور باشد نمیپرسم. با خدا با داملا گپ ندارم. از داملا همه چیز رو انتظار بودم، تنها این رو نه. ای بچه پیشکی حکم نبرورید، شاید آوازه دروغ است. بله این آوازه است. سلام علیکم بابایی بلا. اگر وقت می داشتید کمک درباره توی گپ می زدیم؟ البته گپ میزنیم. مرحمت بیا، رفته در مغازه شیرینی ها صحبت میکنم. سلام داملا. السلام. از این داملا همین رو انتظار بودیم. الکی دین و نماز و ایمانش رو گذاشتم، با معشوقش دست به دست سیرگش میکند. ایرج برادر تو اومد نکن، گناهی عظیم است. داملا هم آدم است، او را فهمیدن در کن. تشکر زیاد. این دختر انیل داملا رو جادو کرده است. او برای میراث آقای اکرم رو به دست آوردن این کار رو میکند. این چی گپ خودش؟ داملا زیو اصلا این طور کار نمیکند. گناه است، گناه. یک چیز رو ندانسته تهمت نکنی. جادو بودنش رو نمیدانم، اما به مثل زهرا دختری بای و جوان با داملا زیو خانه‌دار شدیش بسیار حیرت آور است. چرا حیرت آور بوده است؟ زهرا هم بزرگی داملا زیو را دیده است. به همتان میگویم که داملا زیو مانند زهرا دختری ارکه را حالا میبینید که آدم میکند. شاید برعکس شود. شاید زهرا داملا زیو را عوض میکند. از این دختر همه چیز رو انتظار شدن ممکن است. سوا زهرا با تو چی بدی کرده است این طور میگویی؟ کنی فهمان؟ یا که دخترم داملا زیو را برای خودت خواسته بوده. خوش آمده داملا. خوش باشد خونم. ما همین خبر رو نفهمیدیم. هممون خرسند شدیم. خدا همه رو به این روز رساند. تشکر زیاد، بسیار همین ندار هستیم. خدا از شما راضی باشه. زهرا جان دخترم، تو در کودکیت به اینجا برای شیرینی خوردن می آمدی. حالا باشه برای کاری خیر و انجام دادن آمدی. بخیر باشد. به یک دیگرتون بسیار زیبنده اید. خداوند از چشم بد نگهبانتون باشد. تشکر زیاد رحمت. با اشتهایتون. لبایونال چه خیلی است عزیزم، تو را بسیار یاد کردم. حاضر گپ زدن نمیتوانم. چه خیلی من از او بخشش میپرسم. سردارم من اومدم که این رو از نظارتخانه برآورد. باید او یک روز در آنجا میمان. سردارم این طور نیست. لیوان با فرمان وزیر با امنیت به کار میدراید. پسرم وقت شوخی نیست، او را زود گرفته به نظارتخانه برید. سردارم من عریضه او لیوان برای پلیس شدن با وزارت حجت‌هایش را سپریده قبول شده است. پسرم این چه سفسطه است؟ سردارم او را به شعبه ما به کار فرستادم. این ناممکن است. این ناممکن است. سردارم دلها نزدیک بود، باز نزدیکتر میشویم خدا خواهد. چای؟ داملا زیو لبای به شما یک چیز رو گفتن میخواهم. مرحمت.
اپام درباره ازدواج ما بسیار شبهه کرده ایستاده است. در نزد وی اگر با دقت‌تر می بودیم باز هم خوب می شد. حتی هنگام اینجا آمدن مرا تعقیب کرد. از همین سبب در کوچه نام شما رو بلند فریاد کردم. لطفاً از من نرنجید. نه، مشکلی نداره. یعنی من هم در موضوع دقت از شما خواهشی دارم. یعنی در بین مردم از دستم داشتید خودم رو ناراحت حس کردم. التماس به این دقت دهید. ببخشید مرا، من هم چیکار کردنم رو نمیدونستم. از همین سبب شما چیکار نکنید؟ داملا خوب هستی؟ داملا عذر مرا ببخشید. یکیش عذر. زیاد جان خوب هستی؟ خوبم، من خوبم. داملا چی شد؟ خوب هستی؟ خوبم. من زود با شما یخ بیارم. تمام. سوخته کرده ایستاده است؟ کمی سوخته ایستاده است. گرفت. با اجازت من باید به نماز بیروم. تا بازدید. ای پسر، اگر کلتا کلاس رو یافته نآورد با جای کلاس شما را جزا میدیم. دار خوش آمدی چقدر؟ خوش باشه دکه. چی شد؟ غمگین مینمایی؟ چی گپ شد؟ بله اکه، دوست داشتم با دیگر کس خانه دار می شود. همه کی را میکنی؟ کی بود از تو؟ نابودش میسازیمی؟ گپ نیست اکه، من هم برای همین آمدم. داملایی که دختر رو نجات داد کو با او خانه دار می شود. داملا؟ آبا اوف، این کار بزیب کو. چقدر برادر، کسی رو گوی نابود می سازم اما من با آدمان دیندار هیچ کار کرده نمی توانم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. مرا یاد کردید جانکم. خوش رویه که من مرا پزمان شدید. حاضر تو رو به سیر و گشت میبره زهرا. ایستا بیو عزیزکم بیو. کنه بیو جونکی من شیرینکی من. اینجا بیا پرکنی آفرین. و خوش رویه که من. کنی اینجا بیا. کنی رفتیم. انا میخیر رفتیم دویدیم. انا میخیر. تیسیس فاروق تو چه ها گفته ایستاده ای؟ تولین جان، چرا نخست در تشویش افتادی؟ من نفهمیدم. این بخواتری تو مرا میکشد فاروق. پدرت یک وصیت‌نامه نو تیار کرده ایستاده است. یک فکر کن برای کی باشد. عجبا در عین خانه دار شوی زهرا به این تصادف نگر. تولین جان، هیچ کس نشنود گفته اینجا آمدیم. خاموش باش لطفاً. از کجا دانم؟ شاید پدرت چرا اندیشه میکنند. ایستا بینیم که چی میشود. با این فکرهای تو روزه میشود که بی خانه و در کوچه میرود. چقدر راست میگفته است. هر چیز زودتر به این ازدواج مانع شدنم در کار نباشد همه بایگری به دامولا می‌کشد. تو چه ها بگویی؟ این ناممکن است. آنها تارت بخورند. ما باشیم کرمی آن را لسیده میشینیم. اجازت نمیدیم. این ازدواج هرگز برپا نمیشود. چه اینقدر بپروا هستی تو؟ گرفتیم
سگی زیبا کمتر رو گرفته گردانم نه ترس برگردانده میارم خانم زهرا دومولازیو این از شماست؟ وای اینقدر سگی زیبا بوده است. شما سگ دارید مگر؟ در اصل ندارم. این سگ رو از کوچه یافتم. سگ بیچاره کمتر زخمی شده بود. او را گرفته زخمش رو خودم طبابت کردم. ماشاءالله در حال شفا یافت. شیرینک خوب استی؟ حالش خوبتر است. بیا. در یک روز 5 بار با خوراک میدیم. یک صاحبکار محله کمتر پول خیر کرد. من هم در حال برای این سگ خونه چه ساختم. ثوابش رو گرفتم. حالا نه تنها است و نه خنکش میخورد. دومولو در حقیقت ما رو به حیرت گذاشتید. چرا؟ سگ کوچه رو از مرگ نجات دادن بسیار هم رفتار انسانی است. چیکار کنیم؟ حیوان هم مخلوق خدا است. باید به او رحم کنیم. بله. کاش که همه انسان ها مثل شما حیوان دوستار باشند. در اصل میگویند سگ دوست انسان است. کمبودیش همین که بسیار میجک. بیا آنها را شناس کنیم. البته. جالی کنی با رفیقت شناس شد؟ نام سگ شما چیست؟ ریمبو. چرا نامش رو ریمبو گذاشتن؟ بله یک وقت ها فیلم ریمبو در مول بود. به خاطر ریمبو مادرش نام سرش رو گذاشت. آنها را سر ذهن رفته بازی کنند. مادرش رفت. آفرین. کمک رسونم؟ بله خوب میشد. من کمتر این کارها را نمیفهمم. انا روید اکنون رفته بازی کنید. کنی دومولو نشسته صحبت کنیم میشود؟ البته مرحمت. محل عادت کرده تمام استید؟ ها عادت کردم. یعنی محله پر از آدمان خوب است. از این جهت خوشبخت. چه خیلی خوب. کارهای شما چی؟ اگر خطا نکنم شما ساختمانچی بودید؟ چرا میخندید؟ یگان چیزی خطا گفتم؟ به احوال خودمان میخندم دومولو. اول به ازدواج ساخته راضی میشویم بعد شناسایی پیدا میکنیم. بسیار خنده آور. اگر ازدواجمون ساخته باشد شناسایی هم ساخته میشود. من میمورم طراح هستم. بهترین. کمی رو گردیم چی می شود؟ مایلش می رویم. جالی بیا می رویم. ریمبو این بندش ریمبو اینجا بیا. کوچو ریمبو
با فکرم آنها با هم دوست شدن. ریمبو و جولی عاشق شد. بیا رفتیم. راه ریمبو رفتیم. سگی تو موده است؟ نمیدونم. اگه بختیار گفتی همین طور است. رفتیم ریمبو. جولی رفتیم. این زورو نیست مگر؟ و خدا کی اوست؟ دوست شدند لیکن سگی تو بسیار ناز میکرده است. زهرا سلی حاضر می آیم. دوملو در اصل بسیار خوب شد که با خوردیم. همدیگر رو باز از نزدیک شناختیم. خوب میشد زود وا میخوردیم. تمام. همه چیز باید حقیقی باشد، همین طور نه؟ بله. برای فهمیدنتون بار دیگر تشکر. استغفرالله. کمک کردن وظیفه ماست. زهرا نفهمیدم. مرا زهرا گویید. حتی در خانه هم زهرا گویید بسیار خرسند می شوم. فهمیدم. برای حقیقی بودن شما درست میگید. گرچند برای من کمی مشکل است اما چرا؟ شما دو مولایید کو زیا گفتن گویا که ناحرمتی می شود. دیگر راه نداریم. برای حقیقی بودن شما هم باید براحت مرا زیا گویید. فهمیدم. تمام این طور باشد تا بازدید زیا. تا بازدید زهرا. بله. خدا حافظ. تا بازدید ریمبو. صبر کن. خیلی که میبینم با دامولا بسیار هم وقتی خوش گذرونده ایستاده ای. تصادفاً بخوردیم. من هم حیران شدم. بله. سگی که در برش است سگ کوچه بوده است. دامولا او را نجات داده او را طبابت کرده است. چقدر دامولای عجایب بوده است. و یگان دامولای دیگر مانند نیست. دامولای بسیار میشناسی زهرا جان؟ از کجا میدونی؟ شاید همش میخیلن. این دامولا رو بالا نمیشناسیم، اما در اصل دیگر خیل مینماید. ای زهرا، اگر او تو رو نگیرد به شوهر میمونی. بیا. ریمبو برای تو هم عروس یافته. باز نگویی. بیا ببین اینجا. بیا ریمبو. باز از پشت من نوی. فهمیدی؟ راو کنی چی ایستاده؟ راو گم شو. نمیفهمم. من اویله دارم. کمتر مهربانی کردم از خود نرو. راو میگویم. گم شو. راو گم شو. دف شو. چیکار کرده ایستاده اید؟ خانم بتول. شما چیکار کرده ایستاده اید؟ هیچ کار نه. چیکار کردم؟ با چشمم چیکار کردنتون رو دیدم. چیکار کردم؟ شما از حیوانی بیچاره چی میخواهید؟ اون بگون که ضرر نساد که شما رو میرونید. باز دامولو است. با مردم چه خیلی نمونه میشوید. اما خانم بتول هیچ گپ نشده. شما یک لحظه ایستید من موضوعیت رو با شما میفهمونم. مایلش گوش میکنم. مرحمت. سگ از پشت من آمدن گرفت. برای لباسان رو بینماز نکرد. سنگ رو پرتاتم که تا که رود. تا نرفت.
برای ترسوندنش؟ نه. یعنی تهدید کرده؟ نه. و جای مهربانی کردنتون سگ بیچاره رو ترسونده؟ حیف شما در حقیقت حیف شما. نه خانم بتول، ببینید من شما رو دیگر خیلی فهمونم. اینجا باغ است، در اینجا کودکان بازی میکنن و وقتی که سگ از قفای من آمد برای به کودکان هجوم نکردنش، برای یگان حادثه ناخوش رخ ندادنش او را با خودم گرفته بعد راندم. فهمیدم. شرم نداشته باز دروغ میگوید، اما دروغ با ایمان یک جویا شده نمیتواند. دروغ و دشمنی خداست. اما خانم بتول ببینید یعنی من این سگ رو میشناسم. این سگی محله ماست. کودکان با دستان خودشون به او خوراک میدهند. خانم بتول گوش کنید، شما مرا میدونی چی؟ سگ دوستی وفاداری انسان است، اما شما باشد او را راندید. شما چقدر داملو هستید؟ آبا این دختر رو ببین، ایستاده ما رو دشمن حیوان برآورد. با خدا حیران موندم. یک کاری ناجا کنم در حال پیدا می شود. همین هم کار شد. خوش آمدی دخترم. خوش باشد مادر. باز چی گپ شد؟ چرا غمگینی؟ دامولا باز عصبی هم کرد. دخترم با این دامولا چی سر بسر میشوی؟ تو دیگر کار نداری؟ مادر جان یک چیز رو ندانسته چرا او رو مفیزت میکنید؟ یک سگ بیچاره کوچکی رو میترساند. ناگاه مرا دیده از راهش گشت، باز شر نکرده دروغ میگوید. توبه گوی دخترم، یک دامولای کلان مگر دروغ میگفته است؟ مادر جان لطفاً. 1 2 3 هجا جان پسرم، آواز بلندگویک رو بلند کن که تمام محله شنود. محترم جماعت مسلمین، امر معروف امروزمان درباره حیوان‌های بیکس و تنها و سگ‌های کوچکی میباشد. حالا از شما سوال میپرسم، مگر این حیوان‌های کوچکی و بیکس و تنها را خدای تعالی نافریده است؟ جواب دهید جماعت. همینطور نه؟ البته همین خیلی است. و حالا آید این صحبت میکنیم، آیا وظیفه مسلمان با چنین حیوان‌ها یاری دادن نیست؟ در کوچه سگ‌های بی‌ساهی بسیار است، با آنها خوراک دهید، بی‌طرف نباشید. التماس با این اهمیت جدی دهید. ببینید در زمستان شما در خانه‌های گرم و زیبای خود با راحت خواب می‌روید، اما حیوان‌ها در زمستان خنک از خنکی خوابشان نمیبرند و بعضی دیگرش ممکن است که بمیرند. پس با اینها ما باید دقت جدی دهیم. ای مردم، اینقدر خسیس نشوید. کم تر آب روان، 1 دانه نان، 2-3 دانه استخوان، کم پنیر، اقلا پس مانده خوراک را برده با حیوان‌ها دهید. فهمیدید؟ با این کار دقت دهید، جدی باشید. اگر خواهید با حیوان‌ها کمک کنید، پس مثل من با آنها کمک کنید و ثواب گیرید. مثلا در محله همون یک سگ یتیم است که نامش ریمبو است، با او کمک رسانید. لطفاً با این کار اهمیت جدی دهید. حیوان‌های کوچه را همیشه دستگیری کنید تا که ثواب بسیار گیرید. حیوان‌ها را دوست دارید تا که انسان‌ها شما را دوست دارند. او یک آدمی ریاکار است. آدمی ریاکار. گناهش را گرفتی، خودت شنیدی، حالا همو را پس میزند. هرچی که عیان است حاجت به بیان نیست. اگر او همه رو فریب کرده تواند مرا نمیتواند. یا خدایا. سردارم اومدم. ای بچه کجا اومدی؟ در وقتش اومدم سردارم. طبقه پلاو حضور باینگه قری هستید، وجدانم نبرداشت، خواستم با شما خورم. مرحمت شینید، شما رو سیر میکنم. ای داد رو از اینجا، حاضر سرت رو میکفانم. فهمیدی؟ ای برادری نصیبی تو بود است. مرحمت. همین خیلی سرمگران کردی.
صحبت کرده میتوانیم؟ البته مرحمت. من میدونم که زهرا برای بابایم با این ازدواج سراسیمه‌وار راضی شده است. من نمیخوام که او برنجد. خانم خاله، من در حقیقت به خواهر شما عاشق هستم و باور کنید من هم مانند شما نمیخواهم که او برنجد. امید دارم که گفته شما میشود و زهرا دل شکسته نمیشود. امیدوارم. چرا مردم فکر میکنن که ملاها دوست داشته نمیتوانند؟ باز کی باشد؟ تو چه دوملو هستی؟ میراث آقای اکرم رو غصب کرده شرم نمیداری؟ از خدا ترس. آن میراث رو تو صاحب نمیشوی. خدایا توبه. تو باز چی میگویی امکی بختیار؟ آقای اکرم شما رو دعوت دارم. مایلش لباس هایم روی وز کرده می آیم. مایلش. خدایا این چی گپ خودش؟ شکر رو نمیدهی عزیزم؟ بگیر عزیزم. تشکر. و اینها نگر چخیل ایش بازی میکنن. دومولا رو ببین با همین بهانه نان و نمک ما رو خورده گشته است. شرم هم نمیدارد. چی؟ مرحمت بگیر عزیزم. تشکری زیاد. زهرا نان و روغند خورده ایستاده، احتیاط کن باز کرته عروسی به تو تنگی نکند. با نشود که دوملو از تو روی گرداند. خانم من زهرا را خیلی که نباشه دوست میدارم. در حق تو هم دعا میکنم میلیس. انشالله به مثل زهرا تو هم خوشدارت را یگان روز پیدا میکنی. خدا نشان ندهد از آنی که ماننده این باشد. شما چی ها میگوید مادر؟ مگر من باید ملاها سر و کار میگیرم؟ کی میداند عزیز؟ زیا پسرم، پدر و مادرت کی به خواستگاری زهرا می آیند؟ میخوام همش از روی رسم و آیین برپا شود و از شناسایی با پدر و مادر تو بسیار بی‌صبری کشیده ایستادم. از شناختن انسانهایی که مانند تو فرزند تربیت کردند افتخار میکنم. با اجازت شما. چی شد؟ ایسی هایتان به اینها چی شد؟ مرا ببخشید دمولا. با ایله شما خواهش شناس شدنی بابایم را هیچ فکر نکرده بودم. من هیچ فکر نمی کردم که به این بازی که ما کرده ایستادیم ایله شما را هم همراه میکنن.
خاطر نشوید. یگان دروغی خردکه که گفته از این حالت میبریم. دائم هم خیل میکنید خانم زهرا. برای از یک دروغ خلاص شدن باز یک دروغ دیگر میگویید. مولا تنها چی؟ بیادبی کرده باشم عذر میخواهم، لیکن درباره اویله داری من هم حساس میباشم. شما یگانه شخصی نیستید که به پدر و مادر بابای رسیده باشید. دومانو من بسیار عذر میخواهم. نمیدونستم، ببخشید. شما کی اویلت رو از دست دادید؟ 10 ساله بودم. من 7 ساله بودم. برای شما رو غمگین کردنم. من با بابایم صحبت میکنم. انسان هیچگاه فراموش نمیکند زهرا. نمیتوانم. باور دارم که شما هم فراموش نکردید. هیچگاه فراموش نکردم. فراموش هم نمیکنم. بیا هوب هوب کنی ایستاد برق کنی کنی گیره چی ایستاده کلت در کجاست؟ در آنجا. میمون بازی نکن. رفته خودت بین. اگر نگویی کلت در کجاست تو رو میکشم. به نام خدا من نمیدونم او در کجاست. زیاد در کودکیش اویله‌اش را از دست داده بوده است. برای همین به او این موضوع بسیار تاثیر کرده است. از این پس ما عائله دامولا زیامی باشیم. تنهایی و بیکسیش را با ما فراموش میکند. شنیدید مرا؟ شنیدید مرا؟ از این بعد عائله دامولا زیا ما هستیم.
به فکرم همه فهمید ها؟ باز چی شده پس؟ تو نمیدونستی زهرا؟ چرا؟ اینقدر چیزی مهم رو چرا با ما نگفتی؟ این خیلی چیزها در رو گفته نمیشود اپای حاله. من میدونستم. تو میدونستی؟ بیا زهرا، من با تو یک چیز رو میگویم. دامولا خانه آمد. به نزدیکی همه میراثا را به دست می آورد. تو دهانت کشاده بشین فروخ جان. خواهش میکنم باز هر نکن تولین. یک حالت علم آور را آورده به میراث رساندی. به خدا به تو گپ ندارم. دامولا خودش را بیچاره گرفته به اویله‌مان در اومد. این دامولا اگر ما رو از خانه راند تعجب هم نمیکنه. تو چی میگویی عزیزم؟ این به میراث یکم علاقه دارد. تو خود کردن گیر فروخ. بعد از رانده شدنی ما بیدار میشدی اما کایها دیر میشود. میدونی برای چی؟ سرت کار نمیکنه. بس است آخر. سرت کار نمیکنه. استاد بعضی آدم‌ها در خانه‌شان قبخان مانده موش‌ها را می‌قپند. حکم آنها در دین چی است؟ بخیر است هجری خانه شما موش داره؟ نه استاد، موش ندارد خانه ما. هجری از خانه آدمان خسیس موش‌ها فرار میکنند. هجری از خانه آدمان خسیس موش‌ها فرار میکنند. مرا شاگردی کلتا کلاس میگویند. بی عقل ها کی را دستگیر کرده ایستاده اید؟ آنها نمیدونند که من 1 کیلومتر رو در 10 ثانیه دویدم. 10 ثانیه خطا کرده. بباشو ها اینجا بیو. آن برادر این آواز شفقت نبود؟ محترم جماعت، یگان آواز شنیده؟ نه دامولا یگان چیز نشنیده؟ استاد، بعضی انسان‌ها برای شفای یافتن گوشت سگ بچه میخورند. خوردن گوشت سگ در ضروری روا است. خدا در چیزهای حرام کرده شفا خلق نکرده است. خدا در چیزهای حرام کرده شفا خلق نکرده است. مایلش عزیزم، پس من رو از کارخانه میگیری. بگاهی و میخوریم. عجبا که تو رو از کارخانه میگرفته است. اردشیر کی؟ یک رفیقم، او هم به شب نشینی می آمده است. سلین، بیا همین کارهایت رو به یک طرف گذار. با یک نفر خانه دار شد. چیکار کنم زورا جان؟ کاش که من هم یگان دامولا رو میافتم. سلین، در این شب نشینی رفتن نمیتوانم. اگر بابایم مجبور نمیکرد روزی نمیشدم. همش عیبی چغتای. زورا جان، چند روز شد از پشت ازدواج ساخته مانده شده. ما هم حق استراحت کردن داریم آخر. همین طور نیست؟ خوب، مایلش همش گفته تو شود. دریو، اینقدر لباسی بس کردیم، یگان تاش معقول نشد. آخر در مجله این مغازه رو تعریف کردن. چیکار کنم من نمیدونستم. در اینجا عیبی من چی است؟ اینقدر رویم سرخ شده است. تو چقدر کسمتیک استفاده کردی آخر؟ خیلی زیبا شده ای. چقدر است؟ ایستا جواب نده. باز نگوید که زنگی رو انتظار بودی. مایلش لیکن بسیار زنگ زد. الو لابای عزیزم، خوبم، تو چه خیری؟ آوازت رو شنیدم، باز خوبتر شدم. با شب نشینی؟ البته می آیم. حتی تیاری دیدم، بسیار پزمانم. چی؟
میگوید که شب نشینی با من یک جای میشود. مایلش میشود پیشنهاد شما قبول. مایلش عزیزم تا بازدید. مایلش تا بازدید. در شب نشینی با من یک جای میشود. تو باور میکنی؟ عزیزم بسیار خرسند شدم. با این بهانه دوستیتان زیاد میشود. هم به این بهانه تو را با کارگران شناس میکند. بسیار زور شد این. بله من چی میپوشم؟ حالا آقای اکرم تمامی میراثش رو به دامولا میبخشد. تو باشه در کوچه میمونی. تو چه ها میگویی تولین؟ چه ها میگویی؟ خودش چی گپ در این روزی خورسنده منه؟ به خدا باور نمیکنم. نمیدونی فروخ این دامولا چخلی که زهرا رو فریب کرده است پدرت رو هم فریب میکند. بعد از مردن آقای اکرم خدا را شکر گفته به میراث او شاهد میشود. نه ما باید هر چیز زودتر پیش روی این ازدواج رو گیریم. چرا مانع شویم؟ آنها کودک نیستند. آنها خودشون میدونن که چیکار کنند. تو حالا هم سفسطه ببین. مایلش عزیزم من به این قراری داده زهرا حیران شدم. این قراری داده او از آخر من چیکار کنم؟ فروخ تو با فکر مرا نفهمیدی. میراث میگویم میراث از دست میرود. نمیفهمی؟ خفه نشو عزیزم اما این همش گفته‌های تو میباشد. یگام اساسی حقیقی ندارد. فروخ به کجا میری؟ چیز را نمیفهمی. فروخ حالا صحبتی ما به آخر نرسید. مادر شما کمی پیش چی گفته؟ شما ما رو گوش کرده ایستاده بودی. خالای تولین مادر همه گپایی که به پدرم گفتید ما شنیده. شنیده باشد شنیدن گیره. مادر این ازدواج برپا خواهد شد. فهمیدید؟ زهرا با این دامولا خانه دار می شود. ملیس شیرین نکن برای خوشبختی تو. نه مادر شما من رو هیچ نفهمیدید. درد شما تنها میراث است. درباره خوشبختی من تماما فکر نمیکنید. زهرا با دامولا خانه دار شده چقدر به تو میماند همین کم فکر میکنی؟ دختری ساده چقدر اصلا زهرا رو ترک نمیکنه. خاموش شنیدن نمیخواهم. ایسا ملیس دخترم. ملیس دخترم درو کشو. مرا به حالمون تنها موندن میخواهم. ملیس درو کشو میگویم. ملیس دخترم چی شد؟ ملیس درو کشو. رو از اینجا مادر رو. درو کشو. ملیس درو کشو میگویم. تو رو بد میبینم زهرا. تو رو بد میبینم. چنگیز تلفن این احمق رو گرفتی؟ نه حالا نگرفتم. یگان کار از دستت نمی آید خار. مرا ببخشید جناب دیگر تکرار نمیکنم. در حال اینجا بیا. این احمق را تنها گذارید. خوراک هم ندهید تا جای کلتکلس را نگوید به نزدش ندرآید. اطاعت سردار. رفتیم.